گفتگوهایی که ما دیروز داشتیم گویا تصوراتی رو که دشمن ازش برداشت کرده تصورات خامی بوده. دشمن دلش میخواد ما و کشورهای اسلامی در جنگ باشیم، اختلاف بین ما و کشورها ایجاد بکنه. بارها و بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم، باید ارتباطاتمون خوب باشه. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتا ما مجبوریم جواب اونا رو بدیم و این چیزی رو که میخوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با او کشور دعوا داریم، معنیش این نیست که ما خدای نکرده میخوایم مردم اونجا رو ناراحت بکنیم بالاجبار، چون به ما حمله کردن مجبوریم جوابشون رو بدیم و هر مقدار این فشاری که اینا وارد میکنن بیشتر باشه، قدرت برخورد ما طبیعتاً بیشتر خواهد بود. ما به کسانی که به کشور ما حمله کنن با قدرت ایستادیم، با قدرت پاسخ خواهیم داد و ملت ما و مردم ما و قطعاً نیروهای مسلح ما و همه بسیجیانی که هستند در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود از مملکتمون دفاع خواهند کرد و خوابی رو که اونا دیدن قطعاً آشفته خواهند کرد. ایران ما و مملکت ما به این سادگی در مقابل قلدری، در مقابل ظلم، در مقابل تجاوز سرخم نخواهد کرد و نکرده و امکان نداره به این سادگی در مقابل این تهدیدایی که اینا میکنن ملت قهرمان ما عقب بکشه. و تصوری که میکنن که ما عذرخواهی کردیم، ما از مردم عزیزی که تصور میکنن در منطقه این دعوا اونها رو نگران کرده ناراحتیم که اونها نگرانن، ولی اونایی که از خاکشون به ما حمله کردن طبیعتاً پاسخ خواهیم داد و با قدرت پاسخ دارن میدن. این دوتا با هم جداست، ما با کشورهای منطقه دوستیم، اونا برادرانمان. من دیروزم گفتم باید تلاش بکنیم، دست به دست هم بدیم، اجازه ندیم اسرائیل و آمریکا با فریب دادن و گول زدن باعث بشه کشورهای منطقه در مقابل هم بایستن.